با درود عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خواستم به این موارد توجه لازم رو داشته باشید و چند تا نکته هستش که سریعا خواستم بهش بپردازم و امیدوارم که حتما این قضیه رو شما رعایت بکنید. ما داریم به یک موضعی میرسیم که افراد بدون داشتن کانال یوتیوب و فقط به خاطر با داشتن یک جیمیل دارن کاراشون رو انجام میدن و این باعث شده که ما به مشکل میخوریم. من این بار آخرین باری هست، حتی این ویدیو هم ضبط میکنم توی لایو خواهم گذاشت. حالا دوستانی که در لایو هستن میتونن نظرشون رو بدن. ببینید دوستان، کامنت هایی که میذارن بعضن خوبه، ولی باید دقت کنید. شما اگر یک کانال یوتیوب نداشته باشین و درون اون محتوا نذاشته باشین، ما آخر ماه هیچ گونه وجهی رو به شما پرداخت نخواهیم کرد. دقت کنید، الان به عنوان مثال این خانم یا آقایی که کامنت خیلی جالبی گذاشته، میریم نگاه میکنیم ببینیم کانالش داره، سابسکرایب که نداره و کانالش رو نگاه میکنیم ببینیم هیچ ویدیویی در درون کانال خانم یا آقای ریحان موسی نیست. این خانم یا آقا آخر ماه هیچ برداشتی از بینبو نمیتونه داشته باشه. چرا؟ وقتی شما فعالیت نداشته باشین، هفته یکی یا دو تا ویدیوی، هر ویدیویی که دلتون میخواد، عکس، ویدیو، هر چیزی که میخواد نگذارین، شما به عنوان اسپم شناخته میشین، به عنوان ربات شناخته میشین و فعالیت شما در بینبو برای ما بی ارزش میشه. این موضوع رو رعایت کنید و هیچ توقعی نسبت به عدم به پرداخت نداشته باشید. ببینید ما این رو چندین بار داریم تکرار میکنیم، در کانال گذاشتیم، ما میایم نگاه میکنیم، الان مثلا این کانال میبینیم این که سابسکرایب نداره، کانالش رو نگاه میکنیم میبینیم هیچ ویدیویی نذاشته. پس این رو هم به یاد داشته باشیم، ما چندین بار داریم تکرار میکنیم و اگر آخر هر ماه بیایم این قضیه چک کنیم و ببینیم شما در ماه حداقل 5 یا 6 تا ویدیو نذاشته باشین، هیچ وجهی به شما پرداخت نمیشه. ویدیو ها هیچ اجباری نیست، 10 ثانیه باشه، 20 ثانیه باشه، 15 ثانیه باشه، هر چیزی میخواین، از عکس حیوانات گرفته تا یک ویدیوی معمولی، حالا مناجات، شعر، هر چیزی که میخواین، اون ویدیو باشه که نشون بده کانال شما به هر صورت فعالیت داره. و تو خود یوتیوب هم فعالیت کنین. اکثر کانال ها هیچ گونه سابسکرایبی ندارن. برای همین ما الان داریم با این قضیه مواجه شدیم و داریم اینها رو میبینیم، داریم رصد میکنیم و این مسئله باعث خواهد شدش که ما هیچ گونه برداشتی نذاریم، اجازه ندیم افراد تا کانال هاشون رو بررسی کنیم. الان هم هوش مصنوعی خیلی ها رو بررسی کرده و ما هم گفتیم این 2 ماه گذشته ما نخواستیم با این قضیه برخورد کنیم، الان هم داریم میگیم، الان اول ماه، 4 روز از ماه گذشته، این قضیه رو رعایت کنید تا آخر ماه بتوانید برداشت کنید. ببینید وقتی که میریم رو کانال افراد، وقتی این خانم یا آقا کانالش فعاله، یعنی مشخص 2 تا ویدیو داره، 23 دسامبر ویدیو گذاشته، 27 نوامبر هم گذاشته، کم هست ولی به هر صورت نشون دهنده این هستش که باید یعنی فعاله. ولی خب خیلی افراد نیستن، مثلا این کانال مشخص فعاله چون یه سابسکرایب داره، این کانال 6 تا سابسکرایب داره مشخصه. ولی کانالی که هیچ گونه فعالیتی نداشته باشه مثل همین ها، این خانم که نازنین مرادی، ما وجهی رو بابت فعالیت‌های ایشون در یوتیوب بهشون پرداخت نمی‌کنیم. الان هم هم تکرار میکنم، این ویدیو رو ضبط میکنیم، منشن میکنیم و شما هم لطفاً اطلاع بدین. اگر تو کانالتون فعالیت نداشته باشیم مثل همین ها، اینها همش به عنوان ربات شناسایی میشه. چرا که شما همه تازه وارد شدین، 13 دسامبر، یعنی تقریبا چند روز پیش وارد شدین و اگر اینها به عنوان ربات شناخته میشه و باید کانال ایجاد کنید و در کانال خودتون محتواهاتون رو حتما بذارید. الان ما مواجه شدیم با این مسئله که خیلی از تبلیغ دهنده ها مثل همین آقا با اینجا مواجه شدن که چرا که شما وقتی کانال نداشته باشید عملاً اون اکشنی که انجام میدید برای طرف ثبت نمیشه، به غیر از کامنت هیچ کدوم از اکشن های شما انجام نمیشه و ما رو در معذوریت قرار میده. برای همین ما اگر اینها رو ببینیم بهشون اطلاع میدیم، الان هم تو لایو داریم میگیم، ولی آخر ماه اگر شما بر اساس اون فعالیتی در کانالتون نداشته باشید متاسفانه هیچ وجهی به شما پرداخت نمیشه. ببین مثلا یک به هر صورت
اکانت فعال و واقعا آگاه، بر همین هیچ مشکلی نداره. اینهایی که میان یک ویدیو معمولی الان مشخصه، هر کسی هم هر ویدیویی که دلش میخواد، این اینستاگرام یا استوری بخواید بذارید یا ویدیو بذارید و مشخص باشه. ببینید مثلا اینها افرادی هستن که خب مشخص کانال دارن، ولی افرادی که چیز نداشته باشن، ویدیو نداشته باشن و هر هفته این ویدیو رو حداقل یه ویدیو آپلود نکنن، از نظر مجموعه ما به عنوان ربات شناخته میشن و عملاً براشون هیچ درآمدی منظور نمیشه. خواستم این موضوع رو رعایت کنید و به این قضیه دقت داشته باشید که اینها برای مجموعه ما بسیار مهمه. برای همین هم خدمتون عرض میکنیم که وقتی هم که حالا آپدیت اینستاگرام هم بیاد، باید در اینستاگرامتون هم کسانی میتونن باشن که فعالیتشون به هر صورت مشخص شده باشه و یک حداقل هایی رو برای عضو شدن در اینستاگرام داشته باشن. حالا خیلی ها میگن ما معذوریت داریم، نمیتوانیم، نمیشود، و ما هم معذوریت های خودمان رو داریم. ما نمیتوانیم معذوریت های شما رو بدون در نظر گرفتن معذوریت های خودمان بپذیریم. برای این موضوع خواهشاً این مسائل رو رعایت کنید و یک سری چیزهای خیلی ساده است که مثلا خیلی از کاربرا رعایت کردن، ولی حدود 30-40% از افراد کماکان این مسائل رو رعایت نمی‌کنن. من صدا گفتن کم، فکر کنم صدا الان اوکی باشه. برای همین ما خیلی میگم این کار هوش توسط هوش مصنوعی میاد، مثلا یه اکانتی مثل ایشون هیچ گونه وجهی بابتش پرداخت نخواهد شد و این رو باید مد نظر داشته باشید. ما این رو چندین بار داریم تکرار میکنیم، ولی خب متاسفانه میبینیم که کماکان این مشکل ها هست و افراد این مسائل رو رعایت نمیکنن. و خیلی از چیزایی هم که حالا نکات دیگه هم هست که بخوام بهتون یادآوری کنم که ببینید اصلا در کانال فعالیت دارید یا ندارید. خیلی چیزهای معمولی هستش که الان یه نمونهش رو خدمتتون عرض میکنم و این موضوع کمک میکنه علاوه بر اینکه اکانت خودتون رشد کنه، کانال خودتون رشد کنه، کمک میکنه که هیچ درصدی از درآمد شما کسر نشه. برای مثال من یه دونه از ویدیوهایی که اینجا هست رو باز میکنم. یه چند لحظه اجازه بدید من این ویدیو رو باز کنم و نمونه این کار رو بهتون اطلاع رسانی کنم که فردا خدای نکرده دلخوری از ما نداشته باشید. این که خیر بود، این نبود، این دانلود و اینجاست. بله، ببینید شما وقتی که اینجا وارد میشید، اولین کاری که باید بکنید باید بیاین وارد کانال یوتیوبتون بشید. وقتی شما وارد کانال یوتیوب نشید نمیتونید کار کنید. هر اکشن، یک اکشن رو انجام میدید و باید وارد یوتیوبتون بشید. اینجا اون جیمیلی که ساختین رو باید وارد کنید، ولی این کل ماجرا نیست. کل ماجرا این نیست که شما فقط بیارین اکانتتون رو وارد کنید. وقتی که وارد میشین شما نیازمند این هستین که کانال فعال داشته باشین، چون اگه کانال نداشته باشین به غیر از کامنتاتون هیچ اکشن های شما محاسبه نمیشه. برای مثلا شما نگاه بکنید، من میخوام یه دونه اکشن رو انتخاب کنم، حالا ارزم به حضور شما مثلا همین لایک. شما اگه میخواین ببینید این فعاله، میایین روی این سه نقطه میزنید. من اینجا یه استاپ بکنم. میایین روی این سه نقطه میزنید، این ستینگتون و این اکانتتون. ببینید مثلا اینجا اکانت نشه نو چنل، یعنی کانال ندارد. اگر کانال داشته باشین اسم کانالتون رو اینجا میارید. من یه بار دیگه بهتون نشون میدم. بریم میایین روی این، من استاپ کنم وقتی یه ویدیو که میاد سر تایم من استاپ کنم بهتون نشون بدم که چه جوری هست. ببینید این سه نقطه رو که بزنید اینجا وارد ستینگ میشید. ستینگ وقتی بشید میایین روی سویچ اکانت. اگر یک کانال داشته باشین نشون میده، اگر با همون جیمیل 4 تا کانال هم داشته باشین کانال های مختلفتون رو نشون میده و این کمک میکنه که شما به عنوان یک کاربر بتوانید فعالیت کنید. الان این کسی که کانال نداشته باشه براش فقط لایک، وقتی لایک میزنه اینجا متوجه میشه، ولی اون برای کاربر انجام نمیشه. برای همین میگن چرا وظیفه تکراری برای ما میاد، چرا که شما خیلی هاتون ممکنه کانال نداشته باشین و این اتفاق رخ بده. برای لطفاً به این مسئله توجه کنید و حتما به یاد داشته باشین که این قضیه بسیار قضیه مهمی هستش و این رو ما چندین بار توضیح دادیم، ویدیو در موردش گذاشتیم و
الان هم داریم در مورد این قضیه صحبت میکنیم که بیایید وقتی وارد شد جیمیل اگر کانال نداشته باشید هیچ کدوم از وظیفه های شما منظور نمیشه. و در مورد یه سوال دیگه هم که خیلی ها کردن ولی خب ما یه تکرار داریم میکنیم. ببینید این رو باز هم من تکرار میکنم. اکانت هایی که مثل این خانم یا آقایی هستن که هیچ گونه ویدیویی نذاشتن تا به این روز، هیچ پولی بهشون تعلق نمیگیره. هیچ گونه شرکت بیمبو هیچ مسئولیتی رو بابت پرداخت به افرادی که این قوانین رو رعایت میکنن نداره. این رو حتما به کسان یا اعضایی که در صورت میشناسید اطلاع بدید. این لایو کوچک رو هم سیو میکنیم و خدمتتون عرض میکنیم. برای همین این رو باید داشته باشین. هفته یه دونه ویدیو در کانال یوتیوبتون بگذارید و تلاش کنید یه سری از دوستانتون رو سابسکرایب کنید و اینها باعث میشه که خیلی کانال شما رشد کنه، قدیمی بشه و یواش یواش فعالیت کنید. مثلا فعالیتایی که تو اینستاگرام شاید بعضا انجام بدید توی یوتیوب هم انجام بدید و حالا ویدیوهای کوچیک، حالا از هر چیزی که دوست دارید و این باعث رشد کانالتون میشه، باعث ارتقاش میشه و فردا وقتی بخواید برفرض مثلا تولید محتوا کنید یا هر کاری کنید کانال قدیمی ارزشمند میشه. الان ببینید قیمت کانال های قدیمی، همین الان قیمت کانالی که مثلا مال 2011 هست حداقل 2500 3000 دلارش، هیچ فعالیت هم نداشته باشه. اینها رو باید شما دقت داشته باشین که اینا ارزشمند میشن. حداقل 6 سال دیگه شما یه اکانت قدیمی یوتیوب فعال دارید. به این مسئله لطفاً توجه داشته باشید و این رو باور داشته باشید که اگر این کارها رو نکنید ما نمیتوانیم اون خدماتمون رو، اون کیفیتمون رو به شما بدیم و این باعث میشه که شما احیانا خدای نکرده از دست ما ناراحت بشین و این باعث مشکلاتی میشه. و اینکه این مسئله‌ای بودش که در موردش صحبت کردیم. در مورد اشتراک هم خیلی ها دوباره سوال کردن، این رو خدمتتون عرض کنم. اشتراک پایمون که در ماه این آپدیت برداشت هم از جمعه یا شنبه اجازه میده. هر کسی در اشتراک پایه هست فقط یک بار در ماه میتونه برداشت داشته باشه. کسانی که در اشتراک استاندارد هستن 2 بار در ماه و کسانی که در اشتراک پریمیوم هستن هر زمانی که بخواهن میتوانن هر مبلغی رو برداشت انجام بدن. و درآمد هم گفتیم اشتراک پایه بین 1.5 تا 2 اشتراک اینا بر اساس VPN نوع کانال و اینترنتتون هست. اشتراک استاندارد بر اساس 20% بیشتر از اشتراک پایه هستش و یه چیزی بوده بین 2 تا 3.5 میلیون تومان میشه و 2 بار میتونید برداشت داشته باشین و در قرعه کشی های غیر نقدی شرکت میکنید و علاوه بر اینکه در چت در ربات پشتیبانی بر اپلیکیشن میتونید پاسخ شما رو هم در ادمین در تلگرام میدهد. و افرادی که در پریمیوم هستن تمام اون اشتراکات پایه رو دارن و 20% درآمدشون بیشتره و علاوه بر اون درآمدشون تبلیغات خارج از برنامه هم بهشون بر صورت داده میشه و اون باعث میشه که علاوه بر اون 20% درآمد بیشتر از پکیج استاندارد درآمد بیشتری تجربه کنن که اگر بر اساس اون درآمد داشته باشن فعالیت کنن یه چیزی بین حدود 4 تا 5 5.5 تا 6 بستگی به اسپانسر داره درآمدشون فرق خواهد کرد. ولی مهمتر از همه اینه که مستقیما در یک گروه هستن. از اواخر هر ماه نوتیفیکیشن های مخصوص برای اونها میره که مشخص میشه در چه ساعتی ویدیوهایی که نیازمند اونها هستش که اونها ببینن، چون وی پی ان های با کیفیت دارن و بر صورت جزء مجموعه خاص هستن، برای اونها نوتیفیکیشن میفرستیم و در گروه اعلام میکنیم، ساعت ویدیوها رو خدمتشون میذاریم. این فرق گروهی هست که ما داریم انجام میدیم و با امید خدا اگر هر چقدر که بریم جلو، الان 2 ماه گذشته، 1 ماه اول که کاملا کارآموزی بود چون خیلی ها بلد نبودن کار کنن، خیلی از جیمیل ها تازه بود. این ماه دوم یک مقدار بهتر شد و ماه سوم ما جدی‌تر میگیم چون نیازمند این هستش که مجموعه مقدار سفت‌تر با افراد برخورد کنه تا بتواند یک جوابگویی داشته باشه. پس این قضیه رو باز هم باید خدمتتون عرض بکنم. اگر کانالتون به هر دلیلی به این صورت باشه و ویدیو نذاشته باشین، شما هیچ وجهی رو دریافت نمی‌کنید. یعنی آخر هر ماه یا هر زمانی که بخواید برداشت بزنید، کانال یوتیوب شما بررسی میشه و اگر هفته 1 دونه ویدیو حداقل نذاشته باشین، وجه به شما پرداخت نمیشه. شما میتونید بروید در قسمت عکس بذارید
یعنی یوتیوب شما، کانال یوتیوبتون که برین، این قسمتی هم داره میتونید عکس بذارید، میتونید پست بذارید، میتونید ویدیو هم نذارید، یعنی محدودیتی نداره. این اینستاگرام شما میتونید هم ویدیوهای بلند بذارید، هم ویدیوهای کوتاه بذارید، هم یک بخشی هستش که میتوانید به هر صورت پست بذارید. حالا من رو این کانال که خدمتتون هستش اینو نشون میدم، شما میتونید برید اونجا قشنگ مثلا بیاین پستتون رو بذارید، یعنی مثلا تو بخش کامیونیکیتش بیاین پست بذارید، یعنی میتونید اینجا بیاین پستاتون رو بذارید، نظرسنجی بذارید، یه چیزی پست کنید یا عکس بذارید، این اصلا مهم نیست. شما یا ویدیو بلند دارید، یه ویدیو کوتاه دارید، حالا که شما اصولا لایو نمیذارید، و یه بخشی هم دارین که مثل اینستاگرام میتونید پست درونش بذارید. برای این موضوع حتما خواستم این مسائل رو رعایت کنید که در آینده برای شما مشکلی به وجود نیاد، چون این قضیه داره برای ما بحران آفرینی میکنه و افرادی مثل این آیدی ریحان موسا یا اینها شبیه اینها باعث خواهند شدش که ما نتوانیم کیفیت کارمون رو دلیوری کنیم، ناخودآگاه مجبور میشیم که اینها رو حذف کنیم و پرداختی بهشون نداشته باشیم. این کلیتی بودش در مورد این مسئله که خیلی جدی هست. باز هم ما این در این مورد ویدیو درست میکنیم، ولی خب این مسئله دقت داشته باشید. کسانی که کانال فعال ندارن از نظر ما بی ارزش هستن و هیچ چیزی پولی براشون در نظر نمیگیریم. نگاه نکنن تو کیف پولشون الان مثلا مبلغی داره اضافه میشه، این کارا نکنن ما هیچ پرداختی به این افراد نخواهیم داشت. این یک مسئله هستش. چرا که چون اگر اکانتتون قدیمی بود مشکلی نداشتیم، ولی خب الان اکانتتون قدیمی نیست و اکثرا رو شما نگاه بکنید 27 اکتبر این الان مثلا کمتر از مثلا 2 ماه وارد شده. برای همین اگر اکانتتون 1 ساله بود 2 ساله بود هیچ مشکلی نداشت. خیلی هستن اصلا 2 3 5 سال 6 ساله هست اکانتشون کار میکنه ولی پستی هم ندارن، ویدیویی هم نمیذارن، مشکلی نداره اینها. ولی اکانت های جدید برای اینکه نشون بدم اسپم نیستن و ربات نیستن نیازمند این قضیه هستن و امیدوارم که این رو رعایت کنید. من ببینم سوالی هم که اگر باشه صحبت کنیم در این زمینه و اگر نه که لایو رو قطع کنیم که بتونیم حجمش زیاد نشه. یه سوالی هم که هستش، ببینیم فیلتر شکن پولی بحث پول بودنش نیست، بحث اینه که شما با کیفیت بخرید. بعضی فیلتر شکن ها هستن مثلا میان یه هزینه‌ای میگیرن ولی واقعا ارزش ندارن. قیمت الان با این دلار مثلا 80 تومانی که الان هست، قیمت یه فیلتر شکن نرمال باید بین 3 تا 4 دلار باشه. فیلتر شکن خوب اگر بخوایم مثلا اشتراک بگیریم شاید هم بیشتر باشه. ولی خب میگفتیم اکسپرس وی پی ان هست، نورد وی پی ان هست، وی پی ان مستر هست، شارک وی پی ان هست و وایند اسکراب هست، ویند اسکرایب هستش. اینها چیزی هستش که میتونید ازش استفاده کنید و در فضای مجازی هم که امیدوارم که حالا میگم ما این بر صورت اینستاگرام هم از فیلتر در بیاد فقط بخش یوتیوب داشته باشیم، ولی به هر صورت تا بیاد به اون قضیه برسه شما نیازمند این هستین که یک وی پی ان با کیفیت داشته باشین که علاوه بر اینکه فیلم ها براتون به راحتی بیاد، آی پی هاتون به مشکل نخوره و بدون مشکل بتونید کارتون رو انجام بدید. خب ممنون از شما. این یک لایو کوتاه بود و اینکه این ویدیو رو ضبط میکنیم روی کانال میذاریم و امیدوارم که این مسائل رو رعایت کنید. حتما هفته 1 دونه ویدیو در کانال یوتیوبتون بذارید. اگر کانال یوتیوب ندارید آموزشش در کانال ما هست، میتونید اون رو انجام بدید و متوجه بشید. ما ویدیو هم دیروز براتون آپلود کردیم در کانال بیرینبو، در تلگرام هم گذاشتیم. لطفاً اون ویدیوها رو ببینید و کانال یوتیوب خودتون رو ایجاد کنید. در غیر این صورت متاسفانه هیچ وجهی برای شما پرداخت نخواهد شد. بله اگر به امید خدا وی پی ان یوتیوب از به حال فیلتر در بیاد دیگه برای ما خیلی راحت تره، دیگه مشکل وی پی ان نداریم و خیلی راحت میتونیم کارامون رو انجام بدیم و برای ما هر فیلترینگ نباشد خیلی راحت تر میتونیم این کار رو انجام بدیم و دیگه کاملا افراد با خیلی بدون مشکل و آی پی آی کامل خودشون بدون قطعی میتونن فعالیت بکنن و برای مجموعه ما هم خیلی هست. حالا برای خیلی از یوتیوبرها قطع شدن وی پی ان خیلی ضرر داره، چون از کسایی که تبلیغ روی ایران میبینن تبلیغی نمیاد، ولی خب برای ما که کار تبلیغات میکنیم برای ما بهتره، چون کاربرها به راحتی میتونن انجام بدن. بالاخره فضای ایران هم یوتیوب ایران هم
حرفه‌ای خواهد شد و تبلیغات هم روی ایران خواهد اومد. حالا روند هستش که بین گوگل و مقامات ایران هستش که باعث خواهد شد که ایران هم به عنوان یک لوکیشن انتخاب کنن و اتفاقا تبلیغات، الان من دارم تبلیغات تپسی و اسنپ رو روی یوتیوب هم میبینم. بر همین بدون شک این فیلترینگ هم حالا شاید 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه ماکسیموم برداشته میشه، ولی نهایتا چه فیلتر باشد چه نباشد فعلا در شرایط امروز شما نیازمند یک فیلتر چکن بین‌المللی هستین، چون همه کارها نیازمند این هستش. حالا الان واتساپ رو برگردن، چند روز دیگه اینستاگرام و امیدواریم که تمام این فیلترها برداشته بشه و هزینه های شما پایین و پایین تر بیاد و سودآوری شما بیشتر بشه. ممنون از همه شما، امیدوارم که شب خوبی رو سپری کنید. ممنون، خداحافظ.